تو چرا این ریختی شدی؟ کی زدتت؟ قصهش درازه. کجا؟ یه چی با من بودم، حاجی نصر، رضا 500، علی فرصت، آره اینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود. کریم؟ کدوم کریم؟ کریم آق منگور. میشناسیش؟ آره از ما نه از ناره که بریم دوا خورید. تو نمیری به متقاصر، اصلا ما تو نخش نبودیم. آره نه گاز دنده دم هتل کوپای دربند اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آبجو جوش رو تخت نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم حالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم حالا به سلامتی جمع پاتیل پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا آش خلیل آمد ساقی شد، گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا، گفت به سلامتی میتی تو نمیری بمود، قسم خلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب نه، تو جیب ساعتی زامندار اومد بیرون، رفتم اومدم دم کسی نیستم خوابیده، پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مهران بغل این نرغه فروشیه، اومدم پایین یه سر هیکل میزونه اینجوریه زد بهم افتادم تو جوق، گفتم هتت، گفت افت یکی گوشت تو گوشم، گفتم نامردا دوشم زد اولیش قایم‌تر زد، دست کردم جیبم که برم و بیام چشام وای کردم از خونم. حالا ما همه گفتیم زدیم، شما بگین زده. آره خوبیت نره وارد که